به نام خداوند جان و خرد. درود گرم و جوشان ما را بپذیرید همزبانان همزمان دور و نزدیک، هواداران کلاب ناب فارسی دری تاجیکی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. تعبیری استاد گلرخسار. ادامه گفتار از ایجاد شیخ عطار در راستای هنر و تقدیر حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه بیزوال او از اسرارنامه. الحکایت و تمثیل. مگر می رفت آن دیوانه دلشاد، فتادش چشم بر بقال استاد. بدو گفتا که ای مردی نکونام، شکر داری سپید و مغز بادام. چنین گفتا که دارم هر دو بسیار، ولیکن تا پدید آید خریدار. بدو دیوانه گفت آخر کجایی، چرا آن هر دو خوش را خوش نخواهی؟ اگر این هر دو بفروشی به 100 ناز، از این هر دو چی خوشتر میخری باز؟ به یک دم که در زیر دل و جانست، کی میداند که چی اسرار پنهانست؟ هزاران بحر پر اسرار کامل، به یک دم میتوانی کرد حاصل. تو را این پند بس در هر دو عالم، که بر ناید ز جانت بی خدا دم. اگر تو باز داری پاس انفاس، به سلطانی رسانندت از این پاس. خدا را یاد کن تا کی ز اشعار، خموشی پیشه کن تا کی ز گفتار. اگرچه شعر در حد کمال است، چون نیکو بینگری حیز و رجال است. یقین میدان که هر حرف از کتابت، بت است و بت بود بیشک حجابت. کنون بیدار شو از خواب مستی، رها کن بد از این بت پرستی. دریغا فوت شد عمری که یک دم، اگر گویی بیارزد هر دو عالم. مرا گر عمر بایستی خریدن، نبودی یک زمانم آرمیدن. همه عمرم اگر یک دم بمانده است، همه دانم که 100 عالم بمانده است. چرا چندین سخن می بایدم راند، چو می دانم که می بر بایدم خواند. بگو چندین سخن کی رانم من، اگر یک حرف بر خود خوانم من. اگر بودی از آنجا رنگ و بویم، نبودی رنگ و بوی گفتگویم. دریغا آنچه دانستم نکردم، غمی خود وقت کار خود نخوردم. اگر 100 سال پویم راه دین را، ندانم کرد استغفار این را. گر استغفار یک دم کنم من، ندانم تا به عمری هم کنم من. ولیکن چون خداوندم کریم است، ببخشد گرچه این جرمی عظیم است. عجب نیست ار به فضل جاودانی، به یک بیتم ببخشد رایگانی. الحکایت التمثیل. شنیدم من که فردوسی توسی، که کرد او در حکایت بی فسوسی. با 25 سال از نوک خامه، به سر می برد نقش شاهنامه. در آخر چون شد آن عمرش به آخر، ابوالقاسم که بود شیخ اکابر. اگرچه بود پیر پرنیاز او، نکرد از راه دین بر وی نماز او. چنین گفت او که فردوسی بسی گفت، همه در مدح گبر ناکسی گفت. به مدح گبرکان عمری به سر برد، چو وقتی رفتن آمد بی خبر مرد. مرا در کار او برگ ریا نیست، نمازم بر چنین شاعر روا نیست. چو فردوسی مسکین را ببردند،
به زیر خاک تاریکش سپردند. در آن شب شیخ او را دید در خواب که پیش شیخ آمد دیده پرآب. زمرد رنگ تاج سبز بر سر، لباس سبزتر از سبز در بر. به پیش شیخ بنشست و چنین گفت که جان تو با نور یقین جفت. نکردی آن نماز از بینیازی که می ننگ آمدد زین نانمازی. خدای تو جهان پرفریشته همه از فیض روحانی سریشته. فرستاد این لطفی کارسازه که تا کردند بر خاکم نمازه. ختم دادند بر فردوس اعلا که فردوسی به فردوس است اولا. خطاب آمد که ای فردوسی پیر، اگر راندد ز پیش آن طوسی پیر. پذیرفتم منت تا خوش بخفتی، بدان یک بیت توحیدم که گفتی. مشو نومید از فضل الهی، مده بر فضل ما بخلی گواهی. یقین میدان چو هستی مرد اسرار، که عاصی اندک است و فضل بسیار. گر آمرزم به یک ره خلق را پاک، نیامرزیده باشم جز کف خاک. خداوندا تو میدانی که عطار، همه توحید تو گوید در اشعار. ز نور تو شعاع می نماید، چو فردوسی فقهای می گشاید. چو فردوسی ببخشش رایگان تو، به فضل خود به فردوسش رسان تو. به فردوسی که الی اینش خوانند، مقام صدق و قصر دینش خوانند. آمین یا رب العالمین. به خواست خداوند حکیم کارساز، گفتار نوبتی اصل شاهنامه بیزوال و اگر خدای حکیم خواسته باشد دو اثر ماندگار شیخ عطار، اسرارنامه و منطق الطیر را نیز براتان قرائت خواهم کرد و امید به آن میبندم که شما هم زبانان همزمان در این نیت خیر بیطرف نمیمانید و اندیشه های خود را به خاطر مقصدناک دسترس گشتن این اثرهای ماندگار وابسته به شرایط دور به همزبانان همزمان و پساوندانمان دریغ نمی‌دارید. و شما برای موفقیت تمنا می نمایم. کامیاب و بردبار و سلامت و سربلند باشید همزبانان همزمان، هواداران کلام ناب فارسی دری تاجیکی. در آخر تأکید می دارم که این وعده ما را شما از صفحه یوتیوب پیدا خواهید کرد که با نام عمومی حرف عشق پیشنهاد می گردد. خدا حافظ.